اسامی خوش اومدید به ویدیوی 100,000 تایی شدن کانالمون. آقا توی این ویدیو به مناسبت 100,000 تایی شدن کانال گیممون برای اولین بار میخوایم کیس کانتر باز کنیم. آقا مبارک. چاکرم. مبارک. خوش اومدید. به دل خوش و سلامتی قربان شما. خداحافظ. خب ببینید بچه‌ها ما 28 کیس داریم. ماشاءالله. دقیقاً 28 تقسیم بر 4 7. واقعا برای ریاضی خودمون و این مملکت متاسفم. هر کسی یک کیس میتونه، یعنی هر بار یکی باز 7 نفری باز میشه که میشه 28 تا. امیدوارم چاقو در بیاد. برای هر کدومتون چاقو در بیاد چاقو مال منه. چون بالاخره تو با اکانت من داریم. باز می‌کنیم بریم برای کیس اول. آقا از کیس گرونا شروع نکنیم. از این ارزونا شروع کنیم. ببین اینجوریه که این کیسا رو حالا با هر نحوی به دست میارید یا میتونید بخرید، ولی کلیدی که برای باز کردن این نیازه رو باید بخرید. دونه چند بود؟ 300,000 تومان دونه ای پول باز کردنشه دیگه. یعنی کلیدش 200. آره ببین کیسای کانتر اینجوریه که اگر خدا بهت شانس بده و یه دونه چاقو بتونی از توش در بیاری دیگه بار تو بستی. دیگه تمام. کار دیگه با زندگی تمام. آره. چرا چند؟ احتمال به دست آوردن چاقو فکر میکنم 40% اگه اشتباه نکنم، کمتر از زیر 1/100 خیلی شانستون پایینه. برای همین خیلی گرونه. مثلا یه چاقو داریم ما 6-7 هزار دلاره. میشه بفروشی 12,000 دلار، یعنی اندازه یه دونه 206-207 پول چاقو است. خب من چاقو باشه. خب ببین بذار من اول کدوم بزنم. بریم ببینیم. برو بریم. نه وایسا دیگه برو بریم. برو بریم. 3 2 1. خدایا چی میده؟ چاقو باشه. چقدر رنگو. صبر کن. بابا این چند؟ چند؟ این چست؟ ببینم چیه کیفیت. خب بچه‌ها هیچی اشکال نداره، ما خودمونه بازیم. شما دستتون ان دست شما بهتره. من میزنم. تو بزن. یا حسین تو چقدر تون؟ وایسا. خدایا یه دستکش حداقل. یه دستکش بده. این چیه؟ تکناین سگ میاد. چی چند؟ وای چقدر ارزونه. بچه‌ها اینا خب فکر میکنم با 100 تومن اینا بشه خرید. الان هزینه هرچی کردی؟ نه الان اصلا که هیچی دیگه. برای هزینه برگشتن اومدید این ویدیو رو اشتباه اومدید. تو با کدوم گزینه باز؟ یکی میکروفون یکی افتاد. آقا کدوم میخوای این علامه باز کنم کلیدشو بگم بخرید. البته کلیدشو بخر. کلیدشو نداریم. اوپن تو کی اوپن تو کی برو. چاقو ببین نبینید اون بر نگاه. نبینید. وای استاترکه از این شنبوس گنبولکا داره که بذار میرم. این بابا خوبه تمیزم هست خیلی بد. ارزون اینا ارزونه ولی تو بزن بابا. سعی بزن. کدومو بزنم؟ اینو باز کنم. ببین یه بسم الله. این اصلا تو اجازه بدید من یه چیزی بگم بچه‌ها. اصلا ما تا الان اشتباه می‌زنیم. تو این باکس‌ها چاقو نیست اصلا. دستکش هست. اگه این آیتم خوبه دستکشه، ولی دستکش هم خدایی گرونه. خدایی گرونه. این کلاشه رو ببین. این کلاشه رو در بیاری هر جا تو که بگی میخورم. بزن تو آماده شو. وای خدا یه کلاش نده. تو آماده شو. جان مادرت این فوره رو میدادی لااقل. از چی گذشت؟ این چه سمیه؟ از چی گذشت؟ بابا ریدم تو دستاتون خیلی 2 تا مونده. خودم میزنم. 3 2 1. یا حسین همینه کلاشه دیگه. همینه دیگه. دستکش دیگه اومد. دست دادن دیگه بابا این چیه؟ خیلی کثیفه. کثافت خالصه. الان نوبتی کی آقا؟ منم تو بزن. من ریدم تو این بازی. آقا کلید آخر کیس آخر. برو بریم. آها آی خدا چاقو در نمیاد. یه چیز خوب در چاقو نمیشه دیگه. من با موس دیگه. همینجا وایسا بابا. بابا این خیلی زشته.
از این زشتر نداریم. دوتا به چه درد می‌خوره؟ یکیشو ترشی بنداز. کی بود؟ نفر بعدی بیاد. وای خدای چاقو در بیاد ببین. بردیم زندگی دیگه کجامونو؟ دیگه اصلا هیچ چی نمیخواد. این چی اینم ممکنه بچه چاقو در بیاد. توش گلاس. ولی این دوتا رد لاینار رو ببینی اینو در بیادم خیلی اینا گرونه. در بیاد ببین داشته باش. منم همه رو میکنم خوبه دیگه بچه‌ها. خدایا داریم یوتیوب وای ام جی ریدم تو دستت. ام جی ریدم تو دستت. باشه یعنی همه چیز اینقدر نشد. شانسی تو بزن. نشد، تویی بعدی. کیه؟ تویی موسیه بزن موسی همه چی وای. با دستای من باز میشه رندوم بزن مثلا اینو بزنم بزن هر مهم کدوم نیست. دوست داری بزن وای این کلید مثلا اینا پولای منه داره. آده وای چه بزن بزن دیگه وایسا خدایا بابا. آخه اصلا من اینو بر نمیدارم اینو یه تفنگی که من اصلا با این بازی نمیکنم حتی فکتوری نیو هم تا حالا در نیاوردیم خیلی تعطیل خدایا یا شانس و یا اقبال من اصلا نگاه نمیکنم من میزنم بزن نه، حداقل نه. بعد نگاه من نگاه نکن. من نگاه کن. آقا چطوری نگاه کن. خوش میگذره نه وای نه وای شات کنه ولی خوبه اینو من دوست دارم خوشگله ولی فیل زشته ولی دل نمیزنه وای الان نوبت من آقا برو بریم با کیا اومدیم کیسو پینیم آقا وسطی همیشه شانس میاره خدایا تو رو خدایا خودت کمک کن خودت کن بابا دهنه این وای وایسا ببین حتی عروش رد نمیشه اینجوریه نوبت منه نوبت فهمیدید چرا گرونه دیگه چاره این الگوریتم از کجا تا کجا میتونم انتخاب کنم؟ اینو بردار کجا تا کجا میتونم این انتخاب دوتا کنم؟ یکی بابا از این یه دو. دونه بعد باز کنی آقا مثلا بگی بین این 5 تا بین این دوتا یکی انتخاب آره بین این دوتایی که دراگون داره یکی رو باز اینجا آماده ام جی خدایی نیتش مثبته ام جی خدایی نیتش مثبته پاشو برو پاشو برو نیتم ولی خوب بود دیگه به نیت ببین یعنی گوه ترین و کثافت ترین اسکینه اونو در آورد یعنی بزنم بزن آخریو بزن آخری همیشه شانس کانتر میاره. زندگی ما رو به گند کشیده بزن بزن دیگه بابا دیگه کار میکنی زبط رو برد خدایا یه دونه یه چی یه بنفش در بیاد بابا این چیه چقدر زیادم هست 10 تا از این در رو میتونیم اینو خیرات کنیم مثلا میشه خیرات کرد باورم نمیشه خب اینا حاجی اینا توش چاقوه میگی آره اینا ببین این چاقوه توشه حالا بسته به اینکه چه رنگی بهت بده چقدر تمیز باشه گرونترم میشه بزن اینا همه توشه نه این لیستی که اینجا گذاشته از بین اونا دیگه ولی اگه چاقو در بیاری چند تا هست از این 6 اینو اول تو باز کن من آره اول اینو تو باز کن تو باز کن بخر ببین بزن آماده؟ نیت کن نیت اصلا ما از اول کار نیت نکردیم چرا؟ نیت کنید یکیمون چسیده ها نیت اون بقیه منه. باطل شده یا حسین رو چی گذشت شدی بابا یوزیه رو بده لااقل من از شاتگان بازی نمی‌کنم بابا بزن چرت و پرت نگو چرا خودت نمیزنی ریدم تو دستاتون اصلا نمیخوام یک دو سه بزن خدا یه چیز خوب یه چیز خوب بده بده خواهش بده آهانده بابا همونو دوباره میشه اصلا چجوری همونو دوباره در آوردی بازی وای بیا بالا نمیگیرت دوری فقط پیشونی ام جی اومده این میشینه تازه همقدر ما میشه همیشه میره اونوریه رو باز میکنه همینی که داریم داشته به باش ترتیب میریم و باز بزن بابا بزن خدایا یعنی میشه یارو یعنی 1000 چی ساله در داره بیاد؟ کیس باز میکنه یه دونه چاقو در نیاد دل خوشی داریم ارزونه ببین ولی خیلی خوشگله خوشگله. این مال من این مال منه مال خودمه ساکت شو. سوال کردی؟ منم نوبت منه توی خدایا یه چیزی در پوز ام جی رو بزن ها ببین این بزن. کلاشه در بیاد دراد کلاشه در بیاد همین کیسو میکنم تو حلقه وای روزه اون سخفن وای
وای شانس برو خدا ندارید دیگه نوبت کیه؟ تو خودت بزن امجی میخوام پوزت این کلی در میزنم. ببین یه جوری ها؟ پوزت رو بخوابونم. نمیتونی چی اومد وایسا نیومده. وایسا من چیه؟ نوبت منه. نه تکنای سگ بازی میکنه با تکنای من برم کنم. گم شو بابا آخریه آخری هم بیلون خودت بزن. آخری خود میزنه حالا که اینجوری شد کی دستش بهتر بود من. اینجوری؟ پس تو بزن تو بزن. اوجی چی در آورده اینجا واقعا. این دستش یه اینو نگاه استفاده نکنید کرد. نگاه نکنید خوب بچه شما هم نگاه نکنید اونور آقا نگاه نکنید جدی همین الان چاقو در میاد وای چیه؟ قیافش خوبه، آجی یه لحظه قیافش رو دیدم خوشحال شدم گفتم شبیه چاقو مینیمال ویر نمیدونم چنده امیدوارم گرون باشه آقا اینا که نشد ببین نشد که بشه. دو مدل کیس داریم اینا از همه گرونتره اینا ولی باز معمولیه خب. اول اینا رو باز می‌کنیم میریم ببین من امروز چاقو در میارم بریم. من امروز آقا شما چیکار دارید شما از این ویدیو بدون چاقو بیرون نمیرید چجوری میشه؟ تو چیکار داری بزن آقا پسر بزن من بزن 60 تا کلید بخر همینجوری پولا همینجوری داره ببین میره پوله که داره میره ها حاج میلاد برای 100 کوین هزینه کردم ها ریخت و باش میرینم تو پولا وای یارو 100 کی میشه 100,000 تا کیس باز می‌کنه تو رو خود این خوبه این خوبه. این خوشگله اوجی چند این مال من. این چیه؟ این مال من آقا من بیزون بازی میکنم چیکار داری بیزا خوب. آقا بریم تو یه دونه باز کن نگاه نمیکنم حالا وا کن دیگه. نگاه نکن چشمای من نگاه کن. سلام. صلی علی محمد وایسا وای رو چی گذشت؟ خوبه کثیفه آشغال گند زدم ریدم خدا خیلی خوبه دیگه نگاه کن این ببین مسی برو نیست خودم باز میکنم یا چیه اینه واکن. کلیدو درست انتخاب کنید دیگه کلید تو کلیدا کلید؟ کلید خدایا. بابا همونو دوباره در نیار من که اشانتیون دارم میدم این یکی تازه از اونی که قبلا نبودی بهتره خوشگلم نیستن اصلا اگر بابا یه کلاش بده خدا وکیلی حداقل اونی که باش بازی کنیم کلاشی انفوری داشته باش چی نداره. بیزون اصلا هیچ کی تا حالا دیدی دست بگیره تو بازی اوه. آقا من بیزون بازی میکنم اشتباه میکنم اوه. وای 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 چی میگی؟ وای وای فقط ماهان با این بازی میکنه من رو تو بگی در آقا بارو بینیم خودم میزنم خودم میگم. آقا بیا اصلا تک بنداز بیا هر کی زد. حالا پلوم پیچ میشه مگه شانس ما رو نگاه کن. معلومه از شانس ما همونجا معلومه ما اومدیم با این پلوم پلو چند بازی من ریدم تو این شانس زدم این تازه خوششانسه. زدم خدایا وای وای وای. وای بابا مگس کش بابا خیلی ها همینم تو بیا بارو ندارن. بیرون بارو بیرون خیلی ها بیا همینم شما سه ندارن. دوتا بیاد با من پالان پلوم حالا پلو پیلیچ خدا کار میکنی خیلی مسلط خب آرامش اصلا بی محلی کنید بهش آره مهم نیست هر چی دوست داری مهمی بده برامون. نخواستی اصلا برام مهم چرت نیست. جفنگی خوشگله فیل تست ریدم توش کلا 4 تا مونده اصلا آرامش خودتون از دست زدید 4 تا از همون هنوز بزن 4 تا دیگه. کیس خوب داریم احتمالاً توش دیگه چاقو نیست ببین نوشته اسپیشال آیتم یعنی ممکنه چاقو بده ممکنه دستکش بده حالا جفتش باشه خوبه بزن یا نایف میده یا گلاوز دیدم تو این شانس شانس آقا من امروز به شما چاقو نداده نمیذارم از ویدیو برید جوری می‌تونی آقا آخه. چیکار داری باشه من میزنم. تو بزن بستی پوش من اون پشت قشنگ آماده کردم CS گو بزن وای از چی گذشت؟ از کلاش رد شد حاجی ولی باز بد نیست ها. خیلی ها همینم نداره کلاشش رد لاین بود این چی زد؟ من آخر میزنم ماهی زد شما بزن موسی بزن آخری مال من نه بزن خودم نه تو بزن میخوای من کیپ یکی از اینا رو تو من اوپن تو کیپو میزنم تو آخرین کلیدو بزن همه با هم دست زدیم بهش دیگه خوبه. اون کلیدو خرید یه اون علی زد در رو آورد. این من وای. یه رد لاین وای از چی گذشت؟ آقا بابا
چیه؟ خوشگله ولی خب به چه در؟ ما اومدیم اینجا ببریم نه دو تا. بریم تو پولمون. وای خدا. اینو دیگه خودم میزنم. اینو دیگه یکی خودم. از اینا رو کلیک کن. ببین چقدر خوشگله خدا. آجی اینو بده من از آجی. دیگه هیچی نمیخوام. یه بار دیگه بزن روش. نمیخوام بابا. تو میخوای ولو سرش کلا بزنی این دوز عالمه. همونو میده بیا. من ریدم تو دست خودم. یعنی محض رضای من خدا یه زدم. دونه کلاش نداد به ما. من نزدم از تو بزن. یه کلاش به ما نداد. تمومش کن. این چطوره؟ اونم خوبه همون بابا دارم. دابل برتا میخواد برد چیکار خب قشنگه. تو مشکل دیگه. بهترین چیزای- آخریه نرو. بابا خودت انسان باشی یه دونه اسپیشیال نرو واجی چی در آوردی ها وای، این دیگه پاشو برو بیرون. زنگ زده است. آقا اصلا ام جی میخوایم با همین بکشیم آقا کیسام تموم شد خب صبر چی خداحافظ چیه دست؟ خب یه راهی بلدم خب یه ذره باید به سولفید چقدر میخوای؟ یه $150 بیاید بالا سلطان نداره. برو بالا تو یه جور دیگه با حساب می‌کنی بذار من بدم تو این سایته ببین یه کیسی چیه؟ هست خب $153 خب به ریال چقدر میشه؟ خیلی میشه خب فقط توش چاقوه نگاه کن فقط توش چاقوه اما محسن اومدیم چاقو ببریم ام جی چاقوها رو داری؟ ببین ارزون‌ترین چاقو برات اصلا هر اصلا تو بگو گوه ترین من امروز چاقو میخوام اصلا تو بگو چاقو میوه خوری پلاستیکی از تو چیزا میدادن مراسم خرج ظرف یه آره، بار مصرف. تو ظرف از اونها هم بده من امروز بزن. کی بزنه؟ خود میلاد دیگه. آقا میلاد تو میخوای چاقو بدی؟ خودت همه برام بزن. همه با هم اینجوری انگشتای 60 روموس این 60 نیست 60. انگشتای 50 تون روموس بیا خب بالا ببین بیا انگشت بیار ام جی ام جی. 3 2 1 همه با آقا هم زدیم، یا. آقا هر چی در بیاد 50 سبزه درات وای در میاد. سبزه وای وای. وای حاجی اون ولیه خیلی گرون بود ولی اینم $93 مبارکه. تبریک میگم سلامتی ایشالا. $150 داری ایشالا یه $90 میلیونی. گرفت $60 باختیم مبارکه چاکرم آقا خیلی خوشحال شدم مبارک. شما دستون در نکنه. اگه دوست دارید دوباره بیان کیس اوپنینگ حتما ویدیو رو لایک کنید تو کامنت بریم اصلا من پول میخوام بریزم پای کانتست سری بعدی من خودم چاقو میارم اینجوری حاجی همین چاقو تو دنیای واقعی 3000 تومنه اصلا مفته این میبینی $5000 این این ببین این باترفلایشو مثلا 200000 تومنه برید برید دست شما چی در نمیاد دست. اینا دستشون خوب نیست بس سامساوری رو بگم بیاد اینا بلد نیست آخ داریم خیلی